don't smoke it right. Who you doing wrong? Nigga born from the pull up John. یو تاجیکستان. آقا خیلی خوش اومدیم به کانال مهولد. امشب هم یه رپ تاجیکی قوی داریم از سورفید استیوپا، اگه اشتباه نکنم اسمشونو. اسم موزیک نمیدونم اصلا نمیدونم چیه، چون که به این زبون نوشته که نمیدونم، ترجمه‌ش هم نکردم، اصلا نمیدونم اسمش چیه. خلاصه اومدیم واسش دیگه، اومدیم که گوش بدیم رپ تاجیکی و بچهای تاجیکستان عشقن، خیلی من محبت دارن و کانال رو دارن حمایت میکنن. دمتون گرم آقا. اومدیم ببینیم که بچهای تاجیکستان دوباره چه سورپرایزی واسمون دارن. این دوتا آرتیست رو من نمیشناسم، سورو استیوپا رو اولین بار اسمشون رو میبینم و میشنوم و یه اموان رو میدونم که خیلی خفنه. اموان نه اینجا نکن، اینجاش هم اومده تگش. اموان رو فقط میشناسم که خیلی قوی بود و اینکه با بقیه کم کم داریم آشنا میشیم. لطفا داخل کامنت حتما به من آرتیستای پیشنهادیتون رو واسم بنویسین که با هم دیگه گوش بدیم و بررسی کنیم و بیشتر با هم دیگه حال کنیم. زیاد پرحرفی نکنیم ها، سریع بریم کف ویدیو. ویدیو هم 2019 آپلود شد. اوکی. این رپه؟ قرار رپ کنم؟ چه سیستم؟ این که غذا رو با دست میخورین داخل جنوب ایران هم هست. دوربین هم شارژ نداره. داخل جنوب ایران هم هست. تو بوشهر و خوزستان و اینا غذا رو با دست میخورن. ما خودمون خوزستانی مثلا با دست میخوریم. Music Awards. Production of اوکی. رپ دا گوش، رپ دا تای پوست. من اولش اینجوری بودم که این رپ نیست، این داره چه اتفاقی میفته. چقدر خفن سویچ شد رفت داخل بیت. رپ دا گوش، رپ دا تای پوست. معقولت نیستم دای پوست. رپ ما دا زندگی ما دا رای روست. دوستی خوبه نگی کنی دوست بدی چند قای موسیقی زمانه میرده میگنی گوش بطره میگیری مونندی بوده طوری بیت تایور میگنی گوش میشای. آرتیستای تاجیک همشون فست بازن، یعنی فست رپ کردن واسه شون تو اولویت، اصلا یه چیز عجیبیه واسه شون فست. اصلا همه جا من هرچی رفتم تاکیدشون رو فست خوندنه. اسم این آرتیست چیه؟ این سوری استیوپا. دوستی خوبه نگی کنی دوست بدی چند قای موسیقی زمانه میرده میگنی گوش بطره میگیری مونندی بوده طوری بیت تایور میگنی گوش میشای مدهوش میفهمی احوالی ما رو با میبینی که چخه اینمی آوازا میرویا برنه وطن حسده میکنه روش چند قرقدیم پروی ای صنعتم و جم. چه بیتیه این ویالون، صدای پشت چه چیز خفنی داره میزنه. برنه وطن حسده میکنه روش چند قرقدیم پروی ای صنعتم و جم نکدیم مدا پای صنعتم نشون دو دمری آوره با صحنتا مقوب شد همه دا و مدام کک ندا میفهمی با گذشتنی ساعت ای بشی نساز شبا مهنتی ایسولات مدا خیلا چیزا یاد دادا کی ساعت یا برچه خط ای بسکم در ساعت. Whole night we don't smoke it right. Whole night we doing rap time. چه صدای لاتی داره. Baby give a track to your house for the free. That's why you may be acting a bit like a weed. Whole night we don't smoke it right. Whole night we doing rap time. Baby give a track to your house for the free. That's why you may be acting a bit like a weed. چه صدایی داره استیوپا. استیوپاه به چه زبونی داره رپ میکنه این؟ فارسی نیست. انگلیسیه؟
mama, someday you're gonna die. Yeah, wrong direction of vacation. Look where the bitches go vacation. Horny chicks. انگلیسی انگار انگلیسی با لهجه است میدونی. Mac and a trip that this sensation fast low. That attention when I start go vacation. With a motherfucker couple of seconds to make it a bit now for the freaking ass. I'm a dawn nigga doing wrong, nigga born from the Pulo John. Tajikistan home, nigga. Do you want a motherfucker that you can rap this game with microphone? Yeah, 55 home. Now I'm gonna tell you bring your bone. Love gonna talk in the monotone. Put to the gangsters in one hole. I'm gonna show you Katako. My niggas jump up, pick your phone. Goddamn nigga motherfucker feeling me. I'm gonna make it right for the free. داری چه کار میکنی سیوپا؟ من میگم تاکید روی فست رپ کردن، اینو دارم میگم که دارم قدرت نمایی میکنم با این چیز فستیشون میدونیم. گنگ و تمام. آقا دوباره یه سورپرایز دیگه از رپ تاجیکی ما دیدیم و اصلا عجیبن این تاجیکی ها حاجی. خیلی 2019 تازه آپلود شده. جدیدی ها کیان آقا؟ اصلا بهم بگین لطفا که موزیک جدید تاجیکی کی اومده؟ لاغر اسم پیجای آرتیستا رو بهم بگین. من چون گشتم مثلا عنوانو پیدا نکردم پیجشو. لطفا بهم بگین مثلا پیجاشون رو به معرفی کنه که من پیگیری کنم موزیک جدید دادن سریع همون لحظه ریاکشنشو ضبط کنیم و آپلود کنیم با هم دیگه گوش بدیم. و اینکه دمتون گرم دیگه. لطفا کامنت و لایک و سابسکرایب یادتون نره. یه حمایت بزرگ از من میکنید و از اون کانال 1000 تایی میشه و اتفاقای خیلی خفن میفته. دمتون گرم تا ویدیو با من بودین. فعلا